سراغ بردن توپ طلا توی کریر پلیر FC24 که برای بردنش همیشه باید چند تا نکته رو رعایت کنید و اگه خوش شانس باشید و کسی توپ طلاتون رو ندزده قطعاً میبریدش. نکته اول، لیگ قهرمانان اروپا. برای بردن توپ طلا حتما باید تیمتون توی لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشه و علاوه بر اون عملکرد خوبی هم توی این مسابقات داشته باشید و ترجیحاً قهرمان بشید. اگه توی لیگ قهرمانان نباشید و تمام جام‌های دیگر رو ببرید، به طرز عجیبی توپ طلا به یه بازیکن دیگه میرسه. و راستی این نکته‌ام بگم که امسال برای جوایز فردی 2 تا جایزه داریم توی کریر پلیر که یکیش توپ طلاست و اون یکی هم پلیر آف د سیزن یا بهترین بازیکن فصل هست که این دومی یه مقدار عادلانه تره و خوب بازی کنید راحت میبریدش و زیاد جام بردن و اوورال داخلش ملاک نیست و به محض پایان آخرین بازی لیگ داده میشه. نکته دوم، اوورال بازیکن. متاسفانه هنوز مثل پارسال توی بردن توپ طلا اوورال بازیکن خیلی مهمه و باید قدرت بازیکنتون بالای 90 باشه تا بتونید راحت‌تر این عنوان رو کسب بکنید. ما میتونیم با هر لول اپی که انجام میدیم اسکیل پوینت دریافت کنیم و با رفتن به بخش پلیر گروف درخت مهارت بازیکنمون رو تکمیل بکنیم. پارسال اگه یادتون باشه فقط 40 تا لول بود کریر پلیر که همین باعث میشد که اگه اشتباه میذاشتیم اسکیل پوینت ها رو نمیتونستیم به اوورال 90 برسیم. ولی امسال مکس لول کریر تا 50 هست و میتونیم راحت به اوورال 90 و حتی بالاتر از اون برسیم. برای لول اپ کردن هم تمرین کردن مهمترین قسمته که دیگه توی منوی اصلی کریر نیست و قبل از هر بازی اینجا بهتون نمایش داده میشه و همیشه هم لازم نیست تمام تمرینا رو بازی بکنید. توی دفعه اول که بازی میکنیدش بالاترین نمره رو بگیرید، هر دفعه که اون تمرین رو بزنید و اسکیپش بکنید خودش اتوماتیک بالاترین نمره رو میذاره براتون و میتونید XPش رو راحت دریافت بکنید. اینجوری امسال پلی استایل ها بخش جدا نشدنی گیم پلی FC24 بودن که خب قاعدتاً داخل کریر پلیرم نفوذ کردن و داریمشون که فقط کافیه با خریدن وسایل یا تصمیم های مختلف داخل بخش اکتیویتیز این نوار پرسونالیتی بازیکنتون رو پر بکنید و با اومدن به این بخش میتونید براش پلی استایل بذارید و بهتون پیشنهاد میکنم تصمیمایی که میگیرید حول محور موریک باشه چون توش پلی استایل‌های خیلی بهتری داریم. نکته سوم، فرم بازیکن. ما باید همیشه فرم بازیکنمون رو برای بردن توپ طلا بالا نگه داریم. فرم بازیکن میانگین نمراتیه که داخل هر بازی میگیریم و این بالا سمت راست تصویر همیشه بهمون نمایش داده میشه و بالا بودن فرم بازیکنمون خیلی بهمون توی بردنش کمک میکنه. این نکته رو بگم که بازیای ملی توی بردن توپ طلا اصلاً تأثیری نداره و فقط ملاک بردن توپ طلا بازی‌های باشگاهیه. هممون داخل کریر به بازیایی میرسیم که نمیخوایم بازیشون بکنیم و میخوایم فقط ردشون بکنیم، ولی اصلا این کارو نکنید و اگه خواستید توی وقتتون صرفه جویی بکنید از هایلایت ها استفاده بکنید که خب تایم کمتری بازی میکنید و فقط بخشای مهم رو بازیشون میکنید و نمرتون هم خراب نمیشه اینجوری، چون اگه صرفا بازی رو اسکیپ بکنید پایین ترین نمره براتون قرار داده میشه حتی اگه گلم زده باشید که خب این توی فرم بازیکنتون تاثیر منفی میذاره. اصلا مشکلی نداره که چند تا بازی بد بازی کنید ولی همیشه سعی کنید نمره‌ای که داخل بازی میگیرید بین 8 تا 10 باشه و تا جایی که میتونید هر ماه جایزه بهترین بازیکن اون ماهو ببرید. توی بخش مای کریر هم میتونید فرمتون رو ببینید و جایزه توپ طلا نامزدهاش توی آخر اکتبر اعلام میشه و برنده توپ طلا هم بین اول تا 5 نوامبر که مشخص میشه داخل کریر. اگه روی نسل نهم باشید هر وقت ببریدش کاتسین توپ طلا بهتون نمایش داده میشه. توی نسل 8 هم باید توی اون تاریخی که گفتم به بخش اخبار بازی سر بزنید تا برنده رو ببینید. یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا تیمی که توش هستیم توی بردن توپ طلا تأثیر داره یا نه؟ باید بگم که پارسال داشت ولی امسال نداره. برای ثابت کردن این حرفم هم رفتم داخل لوتون تاون و اونجا بود که توپ طلا برده.
ولی به هر حال اگه میخواید تیمتون رو عوض بکنید، سیستم ترنسفر شدن یه ذره عوض شده. امسال بخش جدیدی داریم توی بازی به اسم پلیر ایجنت که توی منوی اصلی کریر پلیر میتونید ببینیدش. توی اولین گزینش تیم خودمون رو میتونیم ببینیم و بهتون پیش نیازهایی رو میده که اگه پرشون نکنید آخر فصل نمیتونید قرارداد ببندید باهاش. مثلا زدن تعداد مشخصی از گل توی یک فصل. توی بخش دوم میتونید اون تیمی که میخواید بهش برید رو انتخاب بکنید و توی بخش آخرم تیم هایی رو خود ایجنتتون بهتون پیشنهاد میکنه که آخر فصل میتونید این قراردادا رو ببینید و هر کدومو که خواستید باشون امضا بکنید. خب بچه‌ها، اینم از این ویدیو. حتما توی کامنت ها بهم بگید که چند بار تونستید توپ طلا رو ببرید و یا اصلا کی ازتون دزدیدش. اگه ویدیو رو دوست داشتید